خب درود میگم برای همه بیننده‌های عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیر موملی. دو روز اخیر سر و صدا در مورد تخریب یعنی ویران کردن خانه یا آثارخانه خانه موزه استاد صدرالدین عینی در شبکه‌های اجتماعی و در سامانه‌ها میچرخد و ما امروز آمدیم برای یک بار دیگر از نزدیک واقعا فهمیدن این و تا کدام از مسئولین یافتن. من میخوام بگم که 2011 وقتی که من در پایتخت مولداویا بودم، اونجا همگی برای چند ماه پوشکین آمده بود و اون خانه تا حال ایستاده بود. وقتی که 2019 در یکترینبورگ بودم، برای چند روز چخوف آمده بود ولی اون خانه تا حال ایستاده بود و همین خیلی دلیل ها در بیشکک و تاشکند و الماتا و پاولادر و در دیگر شهرها نیز من دیده بودم. ولی اینم بیرون آثارخانه که خدا را شکر همه چی در حالت اوله است، یعنی آب زدگی است. پس معلوم است که انتظار مهمان‌ها هم هستند. اینجا یک در کشاده ما دیدیم. اینم چهره مبارک استاد عینی. ببینیم که کدومی از درو اینجا مجلس کجا آواز میبیاد. السلام اپا جان. السلام. بخشش ممکن؟ ممکن. مرحمت. بخشش. سر نام شما؟ نام من گلبی. سلام، من دلیر موملی ژورنالیست. گفتم در این مسئله تخریب یعنی ویران کردن خانه موزه استاد صدرالدین عینی خبرها در سامانه ها هست، در رسانه هست. شما اینجا چیکاره در حال طلب بخشش؟ من اینجا کاتب علمی آثارخانه. در مورد ویران کردن این خانه موزه حال یگان دستور سپارش خطی آمده است به شما؟ نه، تو حال یگان دستور سپارش خطی نآمده است. حالا این فقط گپی دهانی مردم است. هم خیلی گپ هست که میخیزونن میکچونن همین آثارخانه، لیکن حالا یگان سپارش خطی نیست. سپارش خطی با امضای شهرداری یا سرمعمار شهر این چیزا حاضر نیست. نه، حاضر یگان نمود خیلی یگان مکتوب یگان فقط گپ و خبر. شما همین گپ و خبرها از کجا سرچشمه گرفت که در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی میچرخد؟ برای اینکه یک دو نفر همینجا اومدن نگاه کردن آثارخانه و گفتن که همین گپ درست باشد. ما گفتیم که ما نمیدونیم. همونا کی بودن اونایی که اومدن؟ آنها حتی وای نکردن. معرفی نکردن. آنهایی که این گپا رو آوازه کردن که به جای این خانه باید چیز ساخته شد، اینا کی بودن؟ این آوازا از کجا برآمده است پس؟ من نمیدونم راست. به گوش شما هم رسید؟ به گوش ما هم رسید البته. شما چی فکر دارین این خانه موزه ویران شود نشود؟ نه، ما هم خیلی فکر دارم که این موزه این آثارخانه ویران نشود، در همین جایش ایستد. اگر امکانیت باشد همین تعمیر کنن. به هر حال من میبینم که تعمیری بد نیست، بلکه چند سال پیش تعمیر شد. بد نیست تعمیرش. حالی پشت این آوازه و هنگامه هایی که هست نمیدونم تا کجا واقعیت دارد، یعنی راهبریت خانه موزه نبیرهشون اینجا هست، من تو جای میدونم تصمیم گرفتن یا نه؟ تصمیم گرفتن. چیکار کردن یا؟ اینو خیلی مکتوب به نام جناب عالی تیار کرده که هم باید بوده نشان دادن. مقصد مکتوب که یعنی آثارخانه پابرجا بمونه. پابرجا بمونه. ولی مکتوب پیشنهاد کردن یا نه؟ نه، تو دین عرض نکرده بودن. دین مکتوب آماده شد. یعنی امروز سنه 12 نوامبر، یعنی سنه 11 نوامبر شده بود. پس حالی تا حالا ما دیل ما میتوند پر باشد که یگان سند امضا مهر چیزی نیست اینجا. چیزی نیست اینجا. حاضر همین فقط آوازه است. آوازه است یا اینکه همه خیلی گپی مردم است، ولی انیق شدگی نیست که همینجا میخیزد یا میماند. این ما هم نمیتونیم. شما در حالت اوله کار کرده ایستادید پس؟ میتونم من یک دو سه تا خانه ها را ببینم بعد از در بیرون شم؟ اجازه هست؟ اجازه هست. بخشش. خب عاشقان استاد صدرالدین عینی، چند از همین خانه های استاد اتاقهای کاریشون ما برای شما نشان میدیم که در حالت اوله چی خیلی که هست، همون خیلی حتی با تعمیر خوب اینجا ایستاده است و شما میتونید مثل هر وقته آمده از این خانه موزه دیدن کنید. این حجره کاریشون از روی عکس هایی که من میدیدم و آشنا بودم و همه چی در حالت اوله هست. یعنی درست که مثل که راهبریت یعنی مسئولین این آثارخانه گفتن که یک آوازه و حرفایی هست که به گوش آنها نیز رسیده است، ولی خدا کنه که این همش در حد آوازه و حرف مردم بماند و من باور دارم که در کرسی های بالا افراد نشستن که احترام به حرف و پیام و نوشته های استاد عینی دارن، چون قهرمانی ما است. و اینم
این دری برآمد که از اونجا در باز میشد، گفتن از ساعت 10 ساعتی کاری شروع میشد. بیاید با آثارخانه استاد صدرالدین عینی، خانه موزه استاد صدرالدین عینی و حالا که هست، خدا کنه که هیچ وقت ویران نشد و باور دارم نمیشد، دیدن کنید. سلامت باشید برای کار.